چرا مخالف شاهزاده هستی؟ چون میخواد ایران رو دوباره آباد کنه. چرا مخالف شاهزاده هستی؟ چون نون تو مالیدن هست. چون ما در اصل در تیم جمهوری اسلامی بازی میکنیم. We live here in Europe in complete prosperity. چون مثل پدر و پدر بزرگش میخواد ایرانی رو سربلند کنه. چرا مخالف شاهزاده هستی؟ باج به ما نمیده. چون باج به ما نمیده. چرا مخالف شاهزاده هستی؟ چون خانوادگی ایران دوست هستن. چرا مخالف شاهزاده هستی؟ عاشق ایران هست. چون عاشق ایران هست. چرا مخالف شاهزاده هستی؟ چون مردم دوستش دارن. چرا مخالف شاهزاده هستی؟ چون مردم ما رو نمیخوان. چرا مخالف شاهزاده هستی؟ چون ما به مال جمهوری اسلامی هستیم.